دیروز توی خوزستان یه اتفاقی افتاده که آدم نمیدونه اصلا چجوری بازگوش کنه. دوتا رفیق صمیمی عاشق یه دختری شده بودن. دختره به یکی از پسرا میگه که اگه منو دوست داری، اگه من واسط مهمم، اگه واقعا منو میخوای، رفیقتو از سر راهمون بردار. پسر زنگ میزنه به رفیقش، میگه بیا همو ببینیم توی فلان خونه. وقتی رفیقش میرسه اونو با چندین ضربه چاقو میکشه. پسر فکر کنم با خودش میگفته که مگه ما با هم رفیق نبودیم؟ اصلا چرا باید منو بزنی؟ شوخیه نه؟ متاسفانه شوخی نبوده. پسر بعد از کشتن رفیقش زنگ میزنه به دختره. وقتی دختره میاد بهش میگه که تو فرار کن، من همه چی رو به راه میکنم. پلیس اون پسره که رفیقشو کشته بود رو میگیره و بعد از شناسایی دختره میفهمن که دختره کارش همینه. دوتا رفیقو مینداخته به جونم و بعدش هم میرفته اعضای بدن کسی که مرده رو بر میداشت و میفروخته و اون پسر میموند و جنازه رفیقش و دختری که هیچ وقت قرار نبود بهش برسه. میگه که خدایا نارفیقان را رفیقانی نارفیق ده تا بدانن نارفیقان با رفیقان چه کردن. به نظرم رفاقت ها وقتی خراب میشه که پای جنس مخالف بیاد وسط. کیا موافقن؟